وای قربانی خودم. به ما زیخ نشدی؟ اوف قربانی خودم. امید من به تو چند بار گفتم که به همین سگ تو دست نرسان. امید جان بیا به خانه دراییم. وقتی خوراک نیستی روی شد. بیا بچه. حاضر دادت هم می آید. را گرد بچه. تو بطر پرتو تیز به خانه در آمده دستانت را شوی. تیز کن. حکیم جان سرم تو کی آمدی؟ ما حتی نفهمیدیم. ماشینت هم در پس در نبود؟ ها من آمدم. ماشینم ویران شد. نه. امید جان دادت آمدند. رفت تیز سلام کن. یعنی پسرم سلام. سلام دادم. نه؟ نه. آفتر یا با. نکنید دادم. نکنید. زود. آها. چخیل پسرم؟ نه. امروز با چی کار مشغول شدی؟ دادا جان ما امروز با همراه بابایم به کانال رفتیم. با کانال؟ باز چه کانال؟ برای چی تو رو با اونجا بود؟ خیر هیچ گپ نشده است. هیچ گپ نشده؟ اگر ناگهان او به کانال می افتاد با فکر تو موی سفید خلاص کرده می توانست؟ پسرم مادرت راست میگوید. تو حالا آبازی کرده نمیتوانی. بهترش به اونجا نرو. با بابایت گوی که پدرم به کانال رفتن رو اجازت نمیدهد. مایلش؟ ماله. آفرین. رو بازی کن.
زنک جان، ما امروز خوراک میخوریم؟ نمیخوریم. بابا جان ها؟ برای چی ریشتان اینقدر سخت؟ شاید برای آن که کهنسال و فرتوت است. پیش ملایم بود. یک زمانی روی من هم مثل روی تو تازه و ساده بود. شما هم خورد بوده. بله، پدری من هم خورد بود. البته. پدری من چه کرده بود؟ میدانی امی جان، دده تو بچه ناز بود. یک واقعه را هیچ از خاطر برآورده نمیتوانم. یک تیر ماه بیمار شدم. سخت سلفه میکردم. مثل همین شبها؟ سختتر از این هم. دکتر همسایه‌مان مصلحت داد که اصل چای نوشم. مادر کلانت به مغازه رفته آمد، اصل نبود است. حکیم جانم به کجای دویده رفته بود. من خیلی عذاب میکشیدم. روز تاریک شده ایستاده بود. حکیم جان ناگاه از آن طرفی کوچه پیدا شد. سر و لباسش خاک و لایالود، رویش خونشار، گردنش خراشیده. مادر کلانت به پیشوازش رفت و سخت آغوش کرد. نماند که من ادبش را دهم. بعد معلوم شد که به باغ از شهر بیرون رفته است. همسایه ما در آنجا آروی اصلش بود. او میخواست برای شما اصل بیاره. بابا جان. بله. خوراک میخوریم. بعد شد بابا جان پدرم اصل یافت؟ بله بچم، من از آن شفا یافتم. بابا جان رفتیم خوراک میخوریم. مرحمت. باشیم بچه. بابا جان چرا ما در همین کاسه نه خوراک میخوریم و شما داریم از همین کاسه کسنه؟ خوراکت را خور. در سری دسترخوان زیاد گپ نمیزنم. چای گیرید؟ برای آن که این کاسه را من نو میبینم. این به من قوت و
نیرو میدهد. تو کودک رو خوابیدن نمیماند. تو میشنوی؟ من با تو میگویم. خیلی من چیکار کرده میتوانم؟ تو هیچگاه هیچ کار کرده نمیتوانی. آخر کسلیش با کودک میگذرد. چند بار با تو گفتم که در یک خانه خوابیدن هر دوشان هیچ ممکن نیست. التماس اهمیت نده. بیا خواب کنیم. خوب؟ من این خیلی نمیتوانم. تو گپ رو میفهمی؟ چی خیلی فهمت نمیبینی؟ آخر او در پس در است. چی خیلی خوابت میبرد من نمیفهمم. هی! بیا وای من نکن. ببخشید شما رو بیدار کردم. دادا روید خواب کنید. دخترم بیایید من روبم. دادا التماس روید خواب کنید. بابا من همینجا را بیایم پشت. اینو شما سفید کردید. با پورگی همینجا را با پورگی گفتم یک بار دیدن در کور. یعنی ببینیم من با پورگی سفید کردن در کور هم شد در اون بیرون. همین چپ. خیلی یک گذشته ببینیم برام. درونش اول میبروره بعد درون بیرون سفید میکنه. همین چند پول میگیره؟ ما فهمیدم این پولش میگیره.
بچه جون بابایم تمام از خونه ما میروند و همین طور به خانه خود میکوچد. با اون جایی که تو این وقت خوابمان را نگاه میداشتیم. آنجا را دادت تعمیر کرده شدند. بعد تعمیر خیلی زیبا و موفق می شود. کاش دادا برای شما آنجا بهتر می شود. البته پسرم، غم نخور. ما نزدیک هستیم کو. ها بابا جان من به نزد شما به مهمانی می آیم. نور دیده هر روز بیا جان باباش. انا مسئله حل شد. لابی ها اکی رستم. ها من خولی. بابا جان این صورت را فراموش کرده. جای وای همه اینجاست. شوهر نصیبه از روسیه آمده است. حکیم از روسیه آمده است شوهر نصیبه. تصور میکنی به یگان دیرم آمده است. خیلی آدم ها با چنین مرد چطور زندگی کردن ممکن؟ من نمیفهمم. بیچاره نصیبه.
تو چی کار میکنی پسرم؟ این مخشی تو از من یگان سری پنهانی نداشتی کو پسرم؟ اگر من به شما گویم آرزویم عملی نمیگردد. این چی؟ هی این چی میگویم؟ من انتظار بابایم گفتن که این کاسه سهناک است با آدم زور قوت میبخشد. دوامش چی؟ گپ زن شد نباشد میزنم. نزنید دادا جان، من شما رو سخت نقد میبینم. من این گپ را الکی شنیدم. امید این کاسه سهناک است. وقتی شما مثل بابایم پیر و بیمدار میشوه من به شما از همین کاسه خوراک میدیم. حکیم!